سلام رامبو جان، خوبی؟ او جناب خان جان چیه؟ نبینم اینجوری باشی. نه خوبم. میگم تو این چیز که تو درگیر ما نشو، به این برنامه رو برس، همون چند ثانیه خنده اینا برو، ما اینجا برای خودم هستم. حالا بابا ما خندیدیم تموم شد دیگه، بخون برامون یه ذره سرحال چی میخوام سرحال چی ببینم. جناب خان بیا. جان جناب خان باشه. سیاه نرگیله سیاه. سکریم چی شده؟ چی شدی؟ رامبو جان کوکا، ما یه سوال ازت بپرسم، تو عالم مردونگی رفاقت راستشه به میگی؟ معلومه. آره؟ رامبو جان کوکا، ما زشتم؟ نه یعنی قیافم زننده؟ نه کی اینو میگه؟ متادم؟ نه خدا نکنه. نه رفیق بازم؟ رفیق باز به معنی بعدش نه، ولی به معنی خوبش. نه مثلا درگیر یللی تللی هستم؟ نه مثلا شب میرم خونه با دست خالی میرم؟ نه تو خیلی زحمت کشی نکردم؟ چرا؟ مثلا داد زدم جایی بعد دهنی کردم؟ نه خب این جواب نه. این مثلا یکی بره مثلا قلب یکی بشکونه، این جزا نداره؟ مثلا تو هی مثلا 20 سال بری مثلا پیش این نفر هی بهش بگی خب مثلا ما علاقه مندم به شما، این مثلا باید قلب آدم بشکونه؟ حتما دیگه قیافم زنندن دیگه. ها خب قیافم زنندن تو هم بگو من برم به خودم دیگه کوکا. ای باور نمیشه. یعنی دیشب اونجا بودم خونه شد، یعنی اومد از اتاق اومد تو، اومد به شما سینی چای گذاشت زمین، یک کلام گفت نه و دوباره برگشت. یعنی جان تو رام بود. همونجا بلیط گرفتم به مقصد بوشهر. ما چون دلم میگیره میرم بوشهر. اونجا بوشهر خیلی از این آهنگایی که خوندم هم از همین به چای بوشهر یاد گرفتم. یعنی اصلا اصلش بهم اشکل جون و اینا نه، همش بوشهریه. یعنی رفتم لب خلیج فارس از غروب تا صبح. یعنی اونجا یعنی سهر صوت خوشوی هل لالای جانون به جسم مردگون وی هل بازا برجون هل بازا برجون شو تاریک نوی هل ساحل شدورن چراغ برج بندر هل ویسو تو کورن هل ویسو تو کورن چه خوبن بعد مرگم هل والا بگوید نهنگی مرده ووی هل دریاش دورن هل دریاش دورن هل دریاش دورن هل دریاش دورن. ای بابا ای بابا رامبو جان قربونت برم، اگه کاری نداری ما برم. نه مجسم فکر کنم بذارم تو بری اصلا. تو که این خندوانه این آره خنده اصلا همینه. اینا رو میگی کتو کتوفین اینا مثلا بلدی. الان ما باید چی کار بکن؟ ببین اولا که ما رفیقیم، بعدش هم که به خاطر رفاقتون مثلا نمیذارم توالت بد بمونه. اب نداره حالا احلام خانم دلش نخواسته، حالش بد بوده، از یه چیز دیگه دلخور بوده، شاید باباش لج کرده، نمیدونم. یعنی مثلا مسئله فقط ما نبودم؟ آره یعنی ممکنه یه جای دیگه مثلا درگیری داشته؟ ممکنه. جدا؟ آره ممکنه. یعنی ممکنه مثلا دوباره مثلا فردا با خاله و عمو و دایی اینا بریم، ممکنه اوکی بده؟ حالا جان حالا فکر میکنم که بعد بررسی کنیم، بعد با هم حرف میزنیم ببینیم با باید بررسی کنی؟
به نظرم داره حالت خوب میشه. رامبو اصلا نمیدونم چه با تو حرف زدم سبک شدم. خدا رو شکر. این نگاه کراستی چیز آورده بودم بر ابوشه. چی؟ ماهی بر تو آورده بودم. اینا آخ اینا این دوتاشو آوردم یه وانت هم دم در خالی کردم برات. ماهیه. 3 سال فقط قلیه ماهی بخوری ها. نگاه کن. خوبه؟ آره او چه ماهی اساسی هم هست. ولی خیلی عالیه، فوق العاده است. خیلی ممنونم. رو بوسی کنم با قایوانه بوس آره. نوکرتم. فقط میگم که اینو باید تو یخ بذاری. یخ؟ آره دیگه یخ. یخ. آره بابا یخ. مگه شما چی میگین؟ ما میگیم یخ. مگه شما چی میگین؟ ما میگیم یخ دیگه. یخ. آره دیگه یخ. مگه شما چی میگین؟ ما میگیم یخ والا. خب همون داریم. ما میگیم یخ. ای بابا عجب بساطی. نگاه کن فقط رامبو جان اینه ببر این ماهیه درست کن. ماهی جنوب هم هست خب با سالاد آلوئه ورا کنارش اینقدر خوشمزه میشه. یعنی قلیه ماهیش خوبه. با این ما قلیه ماهی میخورم پشتشی چایی میخورم. قلیه ماهی خار داره خیلی هوادار داره. ما قلیه ماهی میخورم پشتشی چایی میخورم. قلیه ماهی خوراکمه زتون پتان که باکمه. یالا اصلا سبک شدم. خدا رو شکر. من خیلی خوشحالم. مرد ایدئال زندگی با احلام شدم. حتما همینطوره. شاهزاده‌ای شدم سوار بر اسب سفید. آره واقعا خدا رو شکر. من خیلی خوشحالم حالت خوب شد. الو جان شعبه سوم لبو فروشی باز کردی؟ فقط این مجوزشو بگیر. آره مجوزشو بگیر چون آلوئه ورایی باید مجوز داشت. آره باشه دیگه. قربانت فدات خوب بخوابی ستاره بچینی رویا خوب ببینی. قربانت عمیق بخوابی ستاره ببینی فدات بوس. آره یه کار بیزینسی بود انجام دادم ببخشید. آره ولی واقعا دیگه شورشو در آوردی دیگه. شورشو در آوردی. چرا؟ بسه دیگه. نه ادعا چیه در میاری؟ ها؟ آمبو جان تو مرد زشتی ادعا چیه؟ الو با شما نبودم خنده. الو آره الان تو برنامه انبعانه هستم. آره نمیتونم صحبت کنم بعدن زنگ زدم. قربانت بوس بدار. آره خب رامبو جان میگفتی چی میگفتی؟ هیچی. من خیلی خوشحالم حالت خوبه. باشه اب نداره تو با هم بگو ولی حالت خوب بشه. قربونت برم فرشته جان ممنون. مخلصم.